به بامیان زیبا رسیدم، سرزمینی که نامش به معنای جایگاه بلند است. بامیان در مرکز افغانستان و در میان رشته هندوکش قرار دارد. اسم ما نوروز. ماما چی میکنی بامیان؟ بامیان اسب یک دونه اسب آوردیم به خاطر سوار مردم سوار شوه عکس بگیره. آدرست کجاست؟ آدرس تایبتی نه روی بری چیستی نه روی بری 100 سال. نام اسپک چیست؟ نامی اسبکم سرخون. ایران قیمتا را خوب بگنی؟ قیمتش 40 افغانی. در تخفیف دادی؟ چی خودی اسب؟ خود است؟ 40 افغانی. 40 افغانی میفروشیش؟ کم. کم 40,000 یا 40 افغانی؟ 40,000. 40 افغانی میگه آه در بگیر. مقصد قیمت سواریش 50 روپیه است نه؟ 50 روپیه 20 روپیه 30 روپیه دیگه عکاسیش 20 روپیه نفره. آمده اینمه تو امرای استاد مستقیم روبروی همی استاد میباشه، روبروی سلسل ها. شهر بامیان مرکز این ولایت در ارتفاع حدود 2500 متری از سطح دریا قرار دارد. به همین دلیل آب و هوای سرد و کوهستانی دارد. دره بامیان صخره‌های تاریخی، بند امیر و قله‌های سر به فلک کشیده هندوکش این ولایت را به یکی از مهمترین و زیباترین مناطق طبیعی و تاریخی افغانستان تبدیل کردند. استاد فروغ عزیز، خب بیاین حالا یک چی بگیم تا مثلا میرسیم دوباره پیش سال چی میگن در مورد ازی گپ بزنیم که بامیان اگه آمدن کجا باشن چی کنن دیگه. برات رو گامتن دارای ما دوستای ما چی از خارج میان چی از داخل میان. خب ما برات از خودم میگم سعی کجا اشتباه کردم. من وقتش حرکت کردم به خاطر کار داشتم کابل یک کمه. باز من موتر گرفتم آمدم تا اواخر دشت برچی چی میگن اونجا ایستگاه هزارجات میگن نه؟ تا ایستگاه هزارجات آمدم اونجا بالا شدم موتر. تا وقتش بود اگه منتظر میماندم تا صبح شاید موتر پیدا نمیشد تا 3-4 ساعته. باز یک راننده رو اونجا پیدا کردیم، همراهش صحبت کردم گپ زدم تا به 1600 افغانی تا همینجا چی آورد مرا در بست آورد دادم چی آمد هتل دیگه. در بامیان دو نوع هتل داریم، یکی مسافرخانه است که چی می باشم 3-4 نفر یک جای هستن، هم جدا جدا هستن. نه استاد برو اتاقای جدا هم داره، هتل‌های لوکس هم داره که قیمت هستن. مثل چی بود نمش قلقله بود، هتل شاهی. شاهی بازم قیمت خوب است. قلقله حداقل میگن 600 دلار است نه استاد؟ بله اونا داره. هتل‌های زیاد دیگه در پشت میدان است، پشت میدان هوایی، ولی دور است از قسمت بودا. بامیان میگن بودا دور است یعنی استاد کمی دورتر از مرکز بامیان دورتر است. اما کسی که در بامیان می اول خب بامیان هر کسی که به احساس راحتی میکنه در اینجا، چون که آدم احساس میکنه که اینجا خانه دقیقاً خود آدم هسته و انگار که سالها در این زندگی کرده باشه. که مردم بامیان هم مردمی نیست که آدم احساس بکنه که مردم بیگانه باشه. دقیقاً است. مردم مهمان نواز خوبی هست. و هتل‌های زیادی هم در بامیان هست، هتل‌هایی که کرایه‌اش بسیار ارزان باشه، اتاقایش تا 300 افغانی هم کسایی که نابلد باشه 300-400 افغانی هم اتاق پیدا میشه. تا 100 دلار 200 دلار هم پیدا میکنه. تا 100 دلار 200 دلار هم که اونها رفاه زیاد داره. دقیقاً اینجا آقای یزدانی اگه شما یک تصویر بگیرید، اینا همین میدگی‌های مانده شهمامه هست که بعض قسمت‌های از اینا سالم هست یا یک روی از اینا که اینا رو جمع‌آوری کرده اینجا. این اینا هست اینجا داخل یک محفظه نگهداری میشه. نگهداری کرده که بعضی قسمت‌های از اینا سالم بودن. در اوایل جمهوریت به اصطلاح ساده هم قلخوهای از رو جمع کردن در اینجا آوردن. فعلا هم تو ماندگی است. فعلا همینجا نگهداری میشه. دوستای عزیز فکر کنم قرار بوده در دوره جمهوریت ای شهرنامه را دوباره بسازن. تا جایی که میبینین تقریبا قسمت های پایش دوباره ساختن. البته اگر اشتباه نکنم قسمت پایش باشه، دوزان از پایش ساخته بودن و ایره تا یک جایی هم آماده کرده بودن که دیگرش هم ساخته شه. ولی متاسفانه فکر کنم خیلی وقت از کارش استارت شده و همو استند بگم یا همو آهنایی که برای نگهداری یا محکم کاری باقی مانده خاک شهرنامه مانده بود کنده شده متاسفانه.
خلاصه استاد فروغ اینجا که آمدن اول خب امی کرایه چی ارزانتر است نه یک آدم بتونه در موتورای لینی بیایه 600 افغانی است از کابل البته ما کابل گپ میزنیم 500 افغانی 600 افغانی حتی تا 300 افغانی هم کسایی که بیاد در موتور فرانکوش نه 300 افغانی میاد. ولی دو راه داره یکی راه میدان وردک است یکی راه دیگه راه چی بود فکر کنم راه پروان هست راه غربند. راه شمالی میگن نه راه ما از هر کس پرسان کردم در کابل و از یک دوستم پرسان کردم گفتن راه میدان وردک بهتر است به خاطر که نزدیک است. نزدیک است تقریبا 3 ساعت میگیره است موتور تیز رفتار میتونه که 3 ساعت بیاد. ولی اگه مثلا آهسته و طبیعت دیده بیاین و غذا بخورین در راه گپا شاید یک 5 ساعت طول بکشه استاد فروغ در نه هم منظره های خیلی زیاد در بیسوت مثلا جای دیدنی خیلی زیاد هسته در ولسوالی شیبر در داین دره صفداب ها یک جای بسیار خوبی دیدنی هسته دیگه اونجا میتونه که توقف بکنه چای بخوره نان غذا خوب داره غذای خوب داره دیگه از راه میدان وردک یک ولایت است دیگه میدان وردک میدان شهر دیگه باز کدام ولسوالی میام یادم رفته بهسود میاد بعدش ولسوالی بهسود هسته دیگه واسم نامه از مقطع تو خود یادم از کابل که میمونم اگه دیگه بامیان دیدت میمونم مسیرش و او راه غربند هم راه خوب است میگن راهش مقبول است راه شمالی است دیگه راه کمی فاصله زیاد است دوست عزیز راهش کامل پخته است ها نه هیچ کدامش نیستم خاله جان واسط است تو برید نه چری حفیظ دارم خانه آباد ما گوی شیری شده خلاصه اینه تو آمدیم اینجا آمدیم دیگه راه غربند میگن راه بسیار خوبش است نه استاد فروغ راه سراسر پخته است راه غربند سراسر و در راه چیام از راه میدان وردک میای بامیان تقریبا یک نیم ساعت واره راهش چیست خامه است نه از طرف فکر کنم نام ولسوالی یادم رفته ولی میگن از این میدان ما آمدیم از این میدان شهر که تیر شدیم تا اینجا چی بود کلا خاکه بود یا خامه بود راه خامه نبود و دیگه وقتا خراب شده راه خراب شده اثر بعضی انفجارات و چیزا خب اما تو که میبینیم وطندارا توریستای خارجی هم هستن خب زن و دختر خود ما اجازه ندارن بیان بامیان یا بندامیر بگردن خب روزگار تو شده که وطندارای خارجی میتونن آمده استاد فروغ بله خارجی ها خب آزاد هستن امیر هم آزاد هسته یه فقط همو چی میگن قیدات سر وطندارای خودم هست دیگه خارجی باشی هر رقم که آمدی بیا خب بیا یک روز انشالله خود ما از خارجی که بیشتر قدر عزت داشته باشیم در این کشوره بله خب استاد فروغ اون رقم که پیشتر امروز استاد فروغ گپ زدیم در بامیان یادمی ادام از کوی چیست استاد؟ حالا مویر کوی بودم؟ بودا بگیم دیگه خلاصا نام همی کورم از که خودی بودا شهرت داره نام از کور هیچ کس نمیگیره روز نخست راهی تندیس‌های با شکوه بودا یا همان سلسال و شهمامه شدیم، یادگارهایی که قرنها بر دل صخره‌های بامیان ایستاده بودند و شکوه هنر و تمدن این سرزمین را به نمایش می‌گذاشتند. سلسال تندیس بزرگتر با ارتفاع حدود 55 متر و شهمامه تندیس کوچکتر با ارتفاع نزدیک به 35 متر در سده‌های ششم و هفتم میلادی تراشیده شدند و از برجسته ترین آثار هنری و مذهبی جاده ابریشم به شمار می رفتند. هرچند این دو اثر تاریخی در سال 2001 میلادی توسط طالبان تخریب شدند، اما جای خالیشان هنوز روایتگر عظمت تاریخ، فرهنگ و هویت افغانستان است. ایستادن در برابر این صخره‌های خاموش انسان را با شکوه گذشته و اصالت مردم این سرزمین بیشتر آشنا می کند. فاصله میان این دو تندیس حدود 400 متر است. در صخره‌ای که سلسال و شهمامه در آن تراشیده شده‌اند، جایگاه خالی تندیس‌های کوچکتر نیز دیده می شود. همچنین صدها مغاره در دل این کوه وجود دارد، مغاره هایی که قرنها
محل زندگی، عبادت و ریاضت راهبان بودایی و در دوره‌های بعد محل سکونت شماری از مردم بامیان بودند. هر دو تندیس راه برای صعود دارند. این مسیرها به شبکه از راهروها و مغاره‌های میرسند که در سراسر کوه امتداد یافتند و از آنجا میتوان چشمانداز با شکوه شهر بامیان را از ارتفاع تماشا کرد. متاسفانه راه ورودی سلسال تندیس بزرگ بر اثر انفجارهای سال 2001 تخریب شده و اکنون امکان صعود به بالای آن وجود ندارد، اما مسیر صعود به شهمامه هنوز تا حد زیاد سالم است. این اولین سالونی است که ما بالا شدیم در کنار شهمامه است. اولین سالن. خلاصه ما آمدیم از سلسال طرف شهمامه آمدیم. بله. با این گپ زدیم گفتن بریم بالا مشکل نیست. بله. این اولین سالونش بود گفتی نقاشی داشت و یا با. بله. بریم طرف بالاتر میریم. حالا ما در سالن‌های بعدی. ما بالاست یا بالا؟ بالا است بالا. سایس میریم. بالا میشیم در سر شهمامه. در طول مسیر رسیدن به بالای شهمامه تالارها و اتاقهای متعددی دیده می شود که دیوارها و سقفهای آنها روزگار با نقاشیهای ارزشمند و رنگارنگ آراسته بودند. متاسفانه امروز بیشتر این آثار از میان رفتند و تنها در 2 تالار بخشی از نقاشیهای سقف هنوز باقی مانده است. این 2 تالار نیز برای حفاظت از آثار قفل هستند و بازدید کنندگان اجازه ورود به آنها را ندارند. حال حرکت کردیم که بریم در سر شهمامه در سالن دیگه ازی که کمی بالاتر هسته. این مغاره کمی این قسمت تاریکه، نوردهیش کمی کم است. این زیر راپله ها و زینه های کنده شده بالا میشیم. بله اینجا رواق نوردهی از گذشته این قسمی بوده. تمام بامیان از این معلوم میشه. بله کل بامیان از این معلوم میشه. بریم بس سر کاروبار خود. این مغاره این راپله ها هم قبلا چی بود؟ کاگل شده بود. خیر بینگیریم موزی که عکس بگیری خیلی خوب شمیه. آقای یزدانی؟ یا پایین بیا میگی؟ نه موزی سیه. کل مغاره به خیلی خوب شو عکاس مفهم. این سام خسته کرده به خدا. خیلی بلند نه؟ خیلی بلند. 35 متر. یعنی هم دومین سالون است آقای یزدانی که ما آمدیم. خوشبختانه بعض قسمت های از نقاشی های قدیمی اینجا هنوز هست. این مثل این نقاشی قدیمی است فروخ. بله این نقاشی های است که در روی گچ با رنگ روغنی راهبای بودایی در حال عبادت در قسمی بودند. اینجا کمی نقاشی است. اینی یک از سالن‌های بسیار زیبا که هنوز هم رنگ ازی هست و همچنان جالبی کار دهی که در این سالن کمی از گل متفاوت‌تر هم استفاده شده. فکر کنم که گل رس از گل رس ابزار زده شده. قسمی که ما شما گچکاره از ما شما میگه ابزار زده باشه از گلی که مردم کوزه جور میکنه و این نقشه رو که شما میگید اینا در گذشته بسیار برجسته بوده به صورت گل که حال هم فعلا هم فهمیده میشه
و همچنین در قسمت های بالایش که اینی تاقچه رواق کسته در هر کدام از اینا یک عکس بود، یک تصویر نقاشی شده بود در کدام از اینا. در بالایش همون قسمی شما میگیرید که بسیار زیاد ابزار قشنگ در سقف ازی اول کنده شده، بعدم با گل رس. جالبیش در میزیه که با کلنگ اول کنده شده که اونقدر دقیق کنده شده که دیگه کل ابزارها مشخص هسته. بعد اینا رو با گل رس مشخص کرده، کمی برجسته کرده و در روی گل رس باز رنگ روغنی کار شده بود کاملا که آدم احساس بکنه که داخل یک اتاقی که کاشیکاری امروز مثل کاشیکاری امروز بودی که جلا میداده بوده در گذشته. در یکی از سالن های مغاره سلسال هستیم، شهمامه هستیم، ببخشید شهمامه هستیم. روبرو شما منظره کل بامیان شاهد هستید که مناطق مختلف که دور معلوم میشه، سراسیه، میدان هوایی، ولایت، شینگتیپه، تایبوتی، تلواره، کل دهات بامیان از اینجا معلوم میشه. دیگه شهرهای قدیمی گفتی کدام طرف است؟ بیشتر گفتی روی برای شهرنامه جای قدیمی است کلاس. نه او از این معلوم نمیشه، او طرف است، او کمی او طرف است. کدام بالا رفتن میتونیم استاد فروغ؟ بله بله بله. بریم بخیر باشه. بریم بخیر. استاد فروغ تبر کجا بخیر استاد فروغ میریم؟ میریم بخیر در سر شهمامه. فعلا در چند متری خود باشیم یا تخمینی؟ شاید 25 متر بالا باشیم. 25 چون 35 متر است خود ازی شما یک 10 متر دیگه بالا بریم که در سر شهمامه بخیر برسیم. 10 متر دیگه از این دروازه میریم بالاتر. از این دروازه میریم بخیر. سر شهمامه میرسیم بخیر. برو بخیر برو استاد فروغ. ویدیو رو پلی میکنیم. اول کار ما بخش عکاسی است. مثلا عکسای خوبش میگیره آمده بامیان پیش بیای. اما تو نیست استاد؟ استاد برای میرم. استاد فروغ یک دقیقه بیا پایین. بیا. استاد فروغ اینا رو میبینی؟ همین نوشتار رو میبینی؟ بله بله. میال این کسی که نمی نوشتار رو میکنه چی نظر داری در جای تاریخی؟ من در بلخ هم دیدم استاد. حالا نباید این کارو بکنه. کلگی اینجا کوشش میکنه که یک چیزی از خود یادگار بله. قبلا هم کل گجای نقاشی شده روی مغاره ها را هم به می بهانه خیلی تراش کردن. بسیاری کار بد است استاد فروغ. توسط بعضی چاقو و چیزا نام خود کنده میکرد، بازو گج هم کنده میشد با نقاشی یک جای که هر کدام از نقاشی ها بسیار زیاد ارزش داشت. امروز هم بعضی متاسفانه کارا رو میکنه که در روی دروازه ها نوشته میکنن، روی مغاره ها نوشته میکنن. این کار بسیار بد است. بریم بالا بریم. برو بخیر من ویدیو روشن میکنم. یا بخیر ما یک رواق یک 10 متر مانده که در سر شهمامه برسیم. این یک از رواق هاست که از اینجا. استاد این رواق از قدیم بوده یا نه چی کردین تازه کردین؟ والا این رواق از قدیم بود. از قدیم بود، متاسفانه بعضی قسمت ها از اون افتیده. در وقت انفجار بعضی قسمت هاش افتاده. استاد فروغ یک فیلم از دیدی؟ دو از شهر فرو ریخت. بله 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 بله. همون در مورد چیش من ندیدم. اینی یک از نماهای بسیار جالب است که ما خصای نمیتونم شما که سعی بتونید. یعنی سعی کو که این یک قسمت پیکره است که خود چی سالم مانده. استاد فروغ ما خواهی تفسیر کردیم. استاد فروغ ما خب بیا بریم این طرف. تقریبا شاید در 30 متری باشیم. در 30 متری هستیم ما. باشه یکیش بگیره. در 30 متری فعلا راه شدیم ما. وطندوره عزیز خوب همراه استاد فروغ و اسم چیز برادر؟ ستار. وطندوره عزیز همراه ستار جان همکار عکاسی و استاد فروغ همینجا آمدیم در 30 متری بلندی شهمامه. اینجا بسیار یک چی میگن منظره خوب است.
همچنان بلند است. بلند است و بسیار خوب شد. یک قسمت از بدن خود شهمامه است که در انفجار فرو نریخته و هنوز پای برجا همین قسمت است نمی‌سوزه. اما قسمت است که کمی مانده، البته روی از یک لایه کشیده بود که اما چخورگایی که شده به خاطر گرفتن گیل بوده که گیل ساچا گیل و اما روی کش که در روی بدنش هم بوده، اما سوراخ ها که فهمیده میشه اما سوراخ ها به او خاطر بوده، باز افتیده یک قسمت از دو هم افتیده. بله بله کاملا خود بدن نیه. یعنی سوراخ نبود در قبل نیست فرو. در روی از سوراخ ها گیل کشیده شده بود، باز با گاز و باز بعضی مواد دیگه هم رویش کار شده بود. ای از کجا میتونن این منظره رو ببینن دوستا و وطنداران رفیقا؟ در رواق دوم است یا از رواق بالاترین رواق است، تقریبا نزدیک سر. کم منظرش به کسایی که از بسیار کم مانده که ما در سر برسیم. از کسایی که ما بیاییم پروفسور. برو سر یعنی میجا خود پروفسور نمیده برو اینجا باسط نترس بیا آقای یزدانی بیا. یزدانی پروانی نه پروانی با بیاری سر بیا. مقصد وطندارای عزیز خود همین راپندای سمت شهمامه اینی آخرین رواق است. اینی آخرین رواق است که ما اینجا رسیدیم. اگر آقای یزدانی بیتونه که از اینجا ما تقریبا رسیدیم. سایل بکنه. استاد فروغ میترسی؟ حالا من میترسم واقعیت که زیاد بلند است. ما نمیترسم ولی باش بازم احتیاط کنه که بیبرتون میگیرم. از اینجا کم ویدیو تهیه شده نه؟ بله از اینجا زیاد ویدیو نگرفته کسا. تشکر. خیر بینگه. یاد میگی استاد عکاس عکاس خود زیاد آمدم. ما اینمی تقریبا سومین بار که اینجا میاییم. قبلا یکی دو بار آمده بودم. استاد فروغ دیگه چیز هم رواق است. این هم رواق است که بالا موره. خب بار ما کدام طرف میریم؟ ما این طرف مریم. این طرف کجا میریم؟ این طرف در سری بودا مریم. نه این طرف یک اتاق است خود این طرف سری بود. خب خواهد اتاق بریم باز بیایم سر بود. خب بیا. سر شهمامه میبخشیم. اینجا اتاق است راست میگی. ما گفتم که در یکی از اتاقا نمیدیم. اینجا اتاق آخری. من حالا ترسان نیستم کسایی که میترسن میگم. یعنی اینجا نه اینجا دیگه راحت باش. اینجا بسیار راحت باش. یعنی اینجا جای است که قلب شده است. اکثر نقاشی ها نیمه نصفه مانده. برای استاد فروغ دیگه کل شکوه و عظمت بامیان واقعیت در این مغاره ها و در خود بودا. تنها البته بودا نیست که مردم ها فکر میکنن خود بودا زیاد شگفتی داره. خود استاد فروغ گپ پیشتر تو دوباره بگو. تمام عظمت بامیان گفتی دیگه نه؟ تمام عظمت بامیان در بودا پیشتر گفتم که تمام عظمت بامیان تنها در بودا نیست که هر بیننده ای که می از دیدن پیکرهای بودا تعجب میکنه، ولی در داخل مغاره که بیشتر باز متعجب میشه. دقیقاً خیلی میان استاد عزیزم دور میباشن نه نزدیک نمیان هیچ داخل سیل نمیکنن. بله داخل بسیار چیزای دیگه داره. داخل که بیاییم باز فهمیده میشه که خب همونطور که در گذشته ها اجداد از ما شما یک تمدن ساخته بودن. دقیق. امروز هم وقتی که نزدیک بیاییم باز واقعا متوجه میشیم که تمدن مصر، تمدن بین النهرین، تمدن روم، در کنار از تمدن ها بامیان هم واقعا متمدن بوده. یک تمدن است. دقیق است. بله. خب استاد فروغ این طرف کجا میره؟ این طرف بعضی اتاقای دیگه هم هست. اگر دوستا بریم امرایتان. بریم یک بار.
اینی هست بعضی نقاشی های دیگه که نیمه نصفه مانده. استاد فروغ مشکل پایین است یادگاهی نوشتم اینجا در و دیوار روی در دیوار متاسفانه نوشته کرده. باز در داخل از یک مغاره هست که خیلی زیاد نقاشیش آباد هست. جولی گرفتین معلوم نمیشه نقاشیش قدر احتمالاً خراب نکردین. بعضی نقاشی های از این آباد هست، بعضیش در سقف البته مانده، پایینا که بده کنده یه کرده. به خاطر ماندین که چی نشنه خراب نشده. بله این کس بو نمیکنن هیچ کس نه. بعضی اوقات حیات های بلند پایه که بیا اونا نگاه میکنن. نه این رقم هر قدر که بریم اتاق دیگه هر طرف خب بهتر است که سر چی بریم. یا والا وطندارای عزیز استاد فروغ همیال گفتن که اینا رو هر قدر برین اما تو راه داره، کو به کو راه داره. اما دونست استاد فروغ؟ بله کو به کو راه داره. اینا تمامش اتاق است. تقریبا اگه ایجا اتاق چی بوده؟ راهبان بود نه؟ فکر کنم که راهبای بلند پایه دمی اتاقا زندگی میکرده بوده یا عبادت میکرده بوده، دمیجه بوده. و تا چند سال پیش هم مردم اینجا زندگی میکردن نه استاد فروغ؟ مردم بامیان تا می اواخر زندگی میکردن. بعضی از اینا را از این بیرون کردن، بعضی جای دیگه مثلا انتقال دادن. مردم در اینجا زندگی میکردن تا می اواخره. خب والا این رقم هر چی بیری همون رقم دیگه آمده میره. استاد فروغ هیچ خلاصی نداره. بعضی جایش هم را پلاوش مونده، بعضیش نمونده. یعنی تا امکان داره آدم سقوط کنه؟ بله. خب خیمه هم دیگه پیش نمیریم. اینجا یک اتاق دیگه است استاد فروغ. بله. نه باز این طرف هم راه هست، مغامه دیگه این طرف هست. مقصد اینجا یک اتاق دیگه است کامل تاریک است استاد فروغ، هیچ نور نداره. بسیار زیاد تاریک است. بسیار تاریک است. این از اون طرف آخرین اتاق یا آخرین سالونه که در پیش مجسمه شهمامه است. همون رقم روبرو که معنی است. همون تا که پیش رفته برین که برین همین رقم دانه به دانه تعداد مغاره زیاد شده و تاریک شده میره. استاد فروغ تلفن داری یک روشنایی بندازی؟ نه اینجا آخر شده فکر کنم. فکر نکنم مچرمای میبینه. نه نه اون رقم صبر ما یک پایین بگیرم استاد فروغ. نه تا اون قسمت است. خب استاد فروغ نزدیک نریم دیگه شاید او چی میگن معلومات نداشته قبل آمدیم کدام گپ نشه. نه دیگه استاد فروغ نه یک رواق دیگه اینجا است بسیار مقبول است. بله رواق است. خب ما اینجا را تمامش عکاسی میکنیم به همکاری استاد عزیز ما. نامکت چی بود استاد؟ با همکاری استاد ستار عزیز اینجا را عکاسی میکنیم. آرشیو باشه استاد فروغ؟ اینا را آرشیو نگاه میکنیم یک روز به درد میخوره. استاد فروغ تو تنها یک عکس بگی تا وقت از همون نقاشی های که استاد فروغ گفت. خب این تعدادش اینجا معلوم میشه که هنوز هست. اگه دقیق تر نگاه کنین این قسمت احتمالاً اگه نگاه کنین شاید بودا بوده است. خب دقیقاً اینا متاسفانه تمام چهرهای از این راهبا اینجا خراب شده دیگه. این طرفتر اگه بیاین اونو قسمت ببینین لباسای بودایی ها را تقریبا داره. دقیقاً دقیقاً استاد فروغ. بعضی از اونها استاده هسته و بعضیش نشسته هسته. و جالبی دیگه که در این نقاشی هسته که یک نمایی داره که مثل خورشید باشه در پشت سر هر. دقیقاً ها دیگه اینجا هم که میبینین بعضی از این نقاشی ها سالم مانده. خب و اینا باز است تقریبا یعنی دیده میشه. یعنی اگه من براتون یک کم زوم کنم میره این رقم است. این نقاشی ها در تقریبا 35 متری میشه نه؟ 35 متری یعنی آخرین جایی که میشه به شهمامه بالا آمد. این نقاشی ها وجود داره. خب ولی راه نداره فکر کنم. بعضی از اینا راهش افتاده چون که کو در مرور زمان کمی فرسوده شده و افتاده. همین گپ دوباره بگو استاد فروغ. بالاتر از این هم بعضی مغاره های وجود داشته بوده که ما تقریبا در آخر هستیم. آخرین سالونی که در کنار گوش شهمامه هست سمت دست راست
ما در این سالن هستیم. از این بالاتر هم بعضی مغاره ها هست اما راه فعلا ندارد. در گذشته فکر میکنم که راه داشته بوده، به مرور زمان اوریخته شده و اون راه ها افتاده. فقط هم قدر سالم تا 35 بله بله بله. خب بریم قسمت از دور فهمیده میشه که هسته. بله. میریم حال قسمت سر شهمامه. شهمامه همون تندیس مشهور است که ویدیوش وقت انفجار دادن پخش شده، تقریبا همه او را دیدن دیگه. گفته میشه شهمامه تقریبا هیکلش و لباسهاش زنانه بود. استاد فروغ نه؟ بله بله بله. کاملا زنانه بود هیکلش. و این از این راه آخرین راه است که ما تقریبا میرسیم. حالا اینجا کمک دیگه مطمئن بیا. والا استاد فروغ ما را تا یک جای آوردی خب که ترس داره، چطور نداره؟ آفرین از اون راهبه ها به خدا. جان؟ خب همون وقت می ترسناک بوده جان؟ و در جنگ ولی خب پناهگاه هست اینجا. ها برادر صاحب نمیترسی؟ رسیدیم در سر شهمامه. این دیگه آخرین قسمت شهمامه است. یعنی ما در این بالا هستیم. این تو یک جای است دیگه. این رسیدیم این رای است که دمو سر شهمامه کنده شده. این هست. و اینجا که استاد شوین وطندارای عزیز، دمو آخرین نقطه یا 35 متری شهمامه که استاد شوین، احساس میکنین خودتان بودا شدین در مقابل بامیان استاد هستین. قبول داری استاد فروغ؟ دقیقاً این جای است که طی هزاران سال شهمامه اینجا استاد بود و مراقی بامیان بود. البته بعضی فکر میکرد که شهمامه خدای آناهیتا است، یعنی آناهیتا خدای باران و نعمت های آسمانی، باران و رعد و برق یپا. هزاران سال اینجا شهمامه استاد بود از این رواق و نگهبان بامیان و شکوه و عظمت بامیان بود. دقیق استاد فروغ. دیگه چی میگفتم استاد عزیز؟ تقریبا قد خودت چند متر است استاد فروغ؟ باشه از من قدر زیاد بلند است یا کم است؟ یک 185 شاید باشی؟ 185. خلاصه 185 استاد میشی نمیخوره سرت نه استاد؟ نه سر نمیخوره. خلاصه وطندارای عزیز خب اینجا که آمدین اگر تونستین بالا بیاین همین قسمت استاد شوین. خب دیگه فکر میکنین که خودتان بودا گشتین. حالا من براتون پایین هم نشان میتم. تقریبا یعنی جای خود بوداست دیگه. احتمالاً وقتی که چی میگن راهبه بوده هر کس بوده استاد میشدن حتما یا می بودن قبل جا بودن که در سر از اینجا جای داشت. سر از خود در سر شهمامه اینجا جایی بود که مردم میشستن. در خود سر از به اندازه کلان بود که در بیخ گوش مردم میشتن، به اندازه یک گنجشک مثلا معلوم میشدن، از گنجشک کوچکتر معلوم میشدن. یک قدر چی بوده؟ کلان بود نه؟ بیخ گوش جای داشتن که مردم میامدن، اما گوش از تنها شاید ما خودت از میگیره 6 متر میامد. 6 متر بلند بود. خلاصه این قسمت کلا همو سر شهمامه است. بله بله اینمی رواق اینمی قسمی استاد بود. اینمی رواق اینجا استاد بود؟ اینجا استاد بود. در کجا استاد فروغ یک بدرشم تی؟ اینی قسمت یک قدر از بلند بود، یعنی تقریبا شهمامه اینی قسمت ها بود. اگه حال می بود احتمال میتونستیم اونجا بریم و ببینیم. در سرش راه بود، مردم میرفتن در سرش میشتن، در بیخ گوش میشتن، در گردنش مثلا. و خلاصه تو استاد فروغ دیگه وطندارای عزیز تقریبا ترسی از مو آقای یزدانی هم پریده ولی باز هنوزم ترس داره استاد فروغ نداره؟ چون خوب بلند است. والا بسیار بلند است. دیگه وطندارای عزیز تقریبا ما مرکز بامیان دوباره گشتیم. خب یعنی گشتیم منظورم است.
ما امروز استاد فروغ هم تو دوباره اون طرف میریم، یک ویدیو را یگان جایش رو باید دوباره بگیریم نه استاد فروغ، به خاطر هم کامرا سر نبود، هم یگان جای معلومات های ما شاید اشتباه شده باشه یا هر چیز میبینیم. او یک تا سال دوباره میریم که دوباره عکس میگیریم، تا سال دوباره میریم. بعد از او سفر ما در مرکز بامیان خلاص میشه استاد فروغ. باز فردا میریم یک اولنگ بامیان ها. تمام راه را براتون ویدیو میگیریم اگه مانده میره کدام جای. تمام راه را براتون ویدیو میگیریم، باز بخیر خلاص شود. روز آخر دیگه تقریبا یک بازار بامیان میگردیم و آدم میاد بامیان یک هتل کار داره، یک رستوران کار داره نه استاد فروغ دیگه. فعلا از شما مردم وطندارای عزیز ما خداحافظی میکنیم. بیا استاد بیا دیگه، ما تنها نبودیم، ما استاد فروغ یک همکار عکاس داشتیم که سراسر راه همکاری ما کرد. خود یک معرفی که استاد یک خداحافظی کو، یک مردم بامیان دعوت کو. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم عبدالستار یوسفی یک تن از بسم الله الرحمن الرحیم. پایین شدیم بریم. عبدالستار یوسفی یک تن از عکاسان بامیان، عکس های حرفه‌ای البته پروفشنال دیگه. تشکر میکنیم از شما بیننده های عزیز که تا آخرین لحظه همراه ما بودین و برنامه را در آخری بسیار تا آخر تماشا کردید. دیگه بیاین از بامیان، از دیدنی بامیان لذت ببرین. دیگه بامیان یک منطقه سرد است، دیگه جاهای دیدنی داره، جای تاریخی داره، بین دیدن کنین.